امروز در استودیوی ما سابق نماینده مردمی اشتراکچی اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان غیب‌الله افضلов حضور دارند. استاد خوش آمدید. استودیوی هفته‌نامه تاجیکستان. برای حرمت احترام برای یادآوری از همان روزا از ما. راستی گپ ما تشنه صحبت شما شدیم. قبلا شما با ما همکاری داشتید، بعد از تقاوتی شدن مدت زیاد است که شما رو ندیدیم. بار دیگر خوش آمدید. تشکر. من باوری دارم که ما دایم با هفته‌نامه تاجیکستان بودیم و هستیم و میمونیم. اگر از دیدگاه امروز با اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان که در شهر خوجند برگزار گشته بود نظر اندازید، چه منظره پیش نظرتان میآید؟ من مثال میکنم که همه دستاوردهایی که جمهوری تاجیکستان دولت نوین تاجیکان به دست آورد، آغاز این از اجلاس 16 شورای. البته بسیار روزای برای مردم تاجیکستان، برای دولت تاجیکستان، عموما برای تمام انسان ها که تمام مردمی که در تاجیکستان چنین بسیار هم روزهای دشوار بود، مدهش بود و هیچ کس البته در همون لحظه ها باوری نداشت که حتی اجلاسی برگزار می‌کردن و ما با بگیم که نیت‌های اولمون و دستاوردهای اولی که ما در اجلاسی به دست آوردیم ما نایل می‌گردیم و البته این یک سوال بسیار هم فراخ است. درباره این بسیار گپ زدن ممکن، چون که حالت مردم بسیار هم ناگوار بود. شما خوب می‌دونید که در منطقه استحصالات از کار ماند. برابریت گویم که یکی مقامات‌های داخلدار فلج شدند. گرسنگی تهدید کرده بود. حتی در منطقه ولایت کلات 6-7 ماه راه‌ها بسته بود. مردم بسیار هم خوراک بی‌صفت می‌خورد. صدها آدم‌ها با کسلی گلوتراپ دچار شده رفتیدند. باقی مانده این آدم‌ها در سالهای من بعد نیز جان خود را از دست دادند. در شهر دوشنبه هم بسیار هم نارامی‌های بود، نارامی‌های بسیار هم جدی بود. چون که از طرف حتی آخر ماه اکتبر از طرف وادی حصار هم راه‌های پاییز هم راه‌های ماشینگر بسته شده بود. در شهر دوشنبه غذا هم نمی‌رسید. با آن نگاه نکرد که گروه آدمایی بودند که با قتل و کشتار، با غارتگری، با نارامی‌ها دست می‌زدند و یک گروه آدم‌ها را که گویا طرفدار آنها نبودند در کفتکا بودند و در صورت یافتن آنها با آنها هیچ رحم نمی‌کردند. آنها را البته نیست نابود می‌کردند. در همین شرایط نهایت وزمین یاد آوردن از همین اجلاسیه البته بسیار هم با انسان خصوصا با ما که بگیم که اشتراکچی به اجلاسیه 16 شورای عالی بود یک روزهای مدهش رو به خاطر می‌آوریم، باقی می‌ماند. خوب، چرا اجلاس محض در شهر خوجند برگزار گشت؟ البته این موضوع هم بسیار موضوعی وسیع است. پیش از آن که درباره برگزار شدن اجلاس 16 شورای عالی گپ زنیم، ما باید همان روزها را باید بگیریم. گپ درباره آن می‌رود که اگر شما اجازه دهید از اول سر کنم، همین تحولات‌هایی که حزب بگیم که حکمران رهبریت اتحاد شوروی با سازی و دموکراتیک کنونی جامعه را سر کردن، از طرف خلق در اول گویا که طرفداری خود را یافت. مثلا گیریم انتخابات شورای عالی که 25 فوریه سال 1990 برگزار گردیده بود، یک قسم دپوتات‌ها
به پیشنهاد حزب یگان حزب سیاسی از طرف خود مردم انتخاب گردیده بودند و در همین روند در تاجیکستان ما آخرای سالهای 80 سر کردن سازمان‌های نو تأسیس یافت. من ده‌ها سازمان یاد دیدم، از اون جمله لعل بدخشان، من آشکارا، سمرقند، اروتپه، مهر ختلان که اینا در دایره محدودیت محل و در دایره همون شخصانی که در همون محل زندگانی میکنن همون تأسیس یافت. این سازمان ها اول البته اونقدر پرقوت نبودن و آهسته آهسته اینا مردم رو به طرف خود کشیدن، خصوصا جوانان رو، قسماً اینتلیجنسیا رو. حتی وقتی که بقوت شدن در ردیف حزب نهضت اسلام پیشتاز شد، اینا را در تحت قنات خود گرفت و اونا علاقه قدرت خواهی، منصب خواهی کردن، قدرت دولت داری کردن را خواستن. از این جاست که از سال 92 5 تا راهبری بگیم که جمهوری در وظیفه چی رئیس شورای عالی چی پرزیدنت مملکت و استعفا رفت. یکشان حکومت رفت و استعفا رفت. یعنی مقاماتی راهبری کننده چی در مرکز چی در ولایت شهر نویو علاقه قدرت رو از دست دادن و در نتیجه اینا چی مقصد و مرامی که داشتن البته عملی کرده. آخرام انتخاباتی که من ماه نوامبر سال 1991 شد و طور الترناتیوی از طرف حزب نهضت اسلام دولت خدای نظر رو پیشنهاد شد. 9 نفر بودن، 11 نفر، اوستا 2 نفر و رحمان نبی پیشنهاد شد. رحمان نبی با گرفتن 58% آوازها قولی با من. لیکن شما تقاضای وقت ببینید که علاقه در همون دوره در همون وقت رحمان نبیش رو مخالفین طرفداری میکرد. حتی با طرفداری که پیش از نامزدی رئیس شورای عالی انتخاب کردن و اکثریت اونا طرفداری کردن. من بعد یک چند ماه، 2 ماه 3 ماه پس اینا را راهبری رحمان نبیش رو انکار کردن و در این ردیف برای حاکمیت رو به دست آوردن اینا پیشنهاد کردن که حکومت مراسای ملی باید تأسیس کنه. و در نتیجه حکومت مراسای ملی شد که همه شاخه‌های حاکمیت در دست حکومت مراسای ملی بود و شما میدونید که اداره قاضیات راهبری میکنه، همه اینا راهبری میکنه از یک مرکز. چند گروه های هم که باشه همین طرح و در نتیجه حکومت مراسای ملی چیکار کرد؟ حکومت مراسای ملی را در منطقه‌اش کس طرفداری نمیکرد. یک چند منطقه‌های خرد بود که اینا را طرفداری میکرد. در خود شهر دوشنبه قسمت شهر دوشنبه با اینا طرفداری نمیکردن و اینا فهمیدن که نظام راهبری را از دست آهسته آهسته می‌گیرن. داده ایستادن و در نتیجه چخیلی گفتم گرسنگی در شهر دوشنبه تهدید کرد و در همون ردیف اونا از یگان کارهای جنایتی دست نمیکشیدن. من هم مثال بیارم که برای چی در شهر خوجا شما چه برای اون که همون آخران اجلاسی ماه شده بود، در همون دوره گروه کلان دیکتاتور را به گرو گرفتند و آنها را تهدید کردند. قسمت راهبریت جمهوری را نیز به گروگان گرفتند. پروکرور گنرالی را قتل کردند. سرمحرر روزنامه صدای مردم دفتر شورای عالی مرادالله شیرازی‌زاده را قتل کردند. معاون حکیم رئیس ولایت کولاب سیف‌الدین سندوق را وحشیانه کشتند. اونا از هیچ چیز دست نمی‌گرفتند که
مردم رو ترسانند و حکومت اطاعت کنند و حکومت مطلق رو اونا به دست بیارند. و در این ردیف البته حکومت پورا هم شورای عالی هم حکومت مراسای ملی بعد دستی چه میگیم حزب نهضت اسلام مخالفی گذشت. خب در کجا برگزار گشتن اجلاسیه پیشنهادی کی بود؟ من البته حاضر شما رو گفتم این یکم رازگی خیلی همون حکومت مراسای ملی ریاست شورای عالی بود. یکم اونا با ما پیشنهاد کردن همون روزنامه‌ای که چون پیشنگی که همون اجلاسی‌ها می‌ریزن همون روزنامه قلبی را پیشنهاد کردن که البته وکیلان اینا پذیرفتن نکردن و ما گروه کاری تأسیس دادیم که برای تأسیس دادن روزنامه کاری و روزنامه وقتی که تیار شد ما برای اون که مثال از رگلامنت شورای عالی نبرویم موافق قانون اول روزنامه پیشنهاد کرده ریاست شورای رو با آواز ماندیم که یکم وکیل اینا طرفداری نکرد. بعد دومین بار روزنامه گروه کاری وکیلان رو پیشنهاد کردیم که 100% وکیلان اینا طرفداری کردن. انا در این روزنامه برابری که ترتیب داده شد. روزنامه گروه کلان وکیلا بود قربان تورایف رهبر گروه قربان تورایف یکی همه منطقه در اون اشتراک داشت. دیگر لحظه حساس این آغاز اجلاسیه بود. اینا با همه که رازگی دادن امضا کردن قرار امضا شد. اینا نمیخواستن اجلاسیه برگزار کنن. برای چی؟ برای علاقه فهمیدن که اوضاع بجواست اینا از منصبا میرن. اونا رهبریت شورای عالی رئیس سرکردگی تا معاونان تا رئیس کمیته و دیگر اونا گفتن که ما باید همون قماندان هایی که هست همون قماندان ها رو اول دعوت کنیم از اونا رازیگی گیریم بعد اجلاسیه رو آغاز کنیم که البته وکیلا یک برآمده از اونجا نمانده یک میشته برآمده گفتن که ما از محل آمدیم با قماندان های خود ما باید در تماس هستیم رازیگی آنها رو گرفتیم تمام منطقه وادی ایسار هم نمیخواد شهر دوشنبه هم نمیخواد منطقه قرآن تپه کلوب هم نمیخواد با چی علاجی دعوت قماندان ها هست اونا با هر یک بهانه میخواستن که اجلاسیه برگزار نگردن و در مورد دیدن دیگر جای قفاگردی نیست اونا با آواز موندن و اونا باور داشتن که قسمتی وکیلا اونا را طرفداری میکنن بر ضدی کشاده‌شوی اجلاسیه 16 شورا آغاز میکنن لیکن این خیلی نشد حتی همون نمایندگان وکیلای مخالفین هم آواز دادن که اجلاسیه کشاده شود و مسئله نهایت با حساسی که از همه مهم این استعفا بود روزنامه کشاده شوی اجلاسیه روزنامه و استعفا من این در این مورد که یک چند بسیار برآمدهای تیزتون در طرف وکیلا شد یک برآمد کرده درباره خطاگی کم بودی و حتی صادر کردن جنایت یک با حکومت مراسای ملی و شورای عالی در برآمدهای خود درج کردن و در اینجا هم اونا دیگر هیچ علاج نیافتن اول حکومت مراسای ملی به استعفا رفت بعد کمیسیون شورای عالی بعد رهبریت شورای عالی مجبور شد که به استعفا رفت و در نتیجه استعفا شد و انتخاباتی رئیس شورای عالی باید برگزار میشه در این انتخابات البته وکیل از حوزه انتخاباتی شهرینو میرزایف از نام گروه وکیلای نوعی تابع جمهوری حصار شهرینو ترسونزاده تکلیف کرد که دپوتات از حوزه انتخاباتی 171 نمره محترم امامعلی شریف شهرمان رو پیشنهاد کرده شود
وکیل دیگر از حساب نویه قمسنگی تکلیف کردیم. دپوتات دیگر سابق سروزیر جمهوری ترکستان عزتالله حیوش نیز پیشبری کرده شد. البته عزتالله حیوش با آوردن سبب‌هایی که سلامتی کسا میکنه نمیدهد استعفا داد و در بولتین آوازدهی که من رئیس کمیته انتخاباتی رئیس شورای عالی بودم، نامزدی محترم رحمان امامعلی شریفش پیشنهاد شد و از 197 وکیل 186 و طرفداری این نامزد آواز خود را داد. شما اینجا نظری نمایندگان مردمی رو نسبت رئیس پوز انتخاب شورای عالی بیان کردید، لیکن من میخوام نظر شخصی خود شما رو دونم که چرا محض انتخاب سر امامعلی رحمان صورت گرفت؟ مثلا سر شما نه، سر عزتالله حیوف نه، سر یک شخص دیگر نه، محض امامعلی رحمان. من قسماً جواب دادم در این باره. امامعلی شریف رحمان همون وقت بسیار دپوتات فعال بود. بسیار هم مسئله گذاری جدی میکرد. من یک چند مسئله شد بگویم. همون وقت نهایت حالت مردم وضعی شده بود. معاش ناچیز میگیره. چه لحاظ میگیم انفلاسیون از حد زیاد بلند شده. قیمتی در بازارها در مغازه حد زیاد. صف محتاجان، طلبندگان، کمبیزادان حد زیاد بسیار شده. این کسا روی راست برآمد کرده از حکومت طلب کرد که مزد معاش مردم زیاد کرده شود. چون اون وقت مزد معاش رو از مرکز تنظیم میکردن، مبلغ میدادن، لیمیت جدا میکردن. غیر از این درباره وقت شما باید باشد اگر مخالفین حکومت مراسای ملی حتی کمیته تلویزیون رادیو رو حذف کرده گرفت. همون وقت یک سخنایی که نه بلکه بر ضد حکومت بلکه بر ضد خلق و بر ضد اون همون عقیده ها و اون فکرها و اون بگیم که اون رسم و اصولهایی که مردم داشت حتی به حکومت میکرد. و در اینجا محترم رحمان امامعلی شریفی همچون دپوتات برآمد کرده گفت که چه شما این تلویزیون مردمی میگید که درباره مردم گپ میزنند، یک طرفه گپ میزنند، درباره مخالفین گپ میزنند، درباره میگیم که حالت کنونی مردم و جمهوری گپ نمیزنند. گفته این بسیار میگم که یک رزونانسی بسیار هم کلان داد که اینا نه هر یک آدم گفته میکنه. بعد این با حیات این کسا تهدید کردن، حتی در فیلوسه گروه مخالفین آمده با این کسا حتی هجوم کردن که چرا شما این خیلی میگید اون خیلی گفتن. اونا نیدا برداشتن، نیداهای بلند برداشتن، لیکن جسوری این کسا، فروتنی این کسا، یگپیش و غیر از این بسیار هم یک گپ و قوی ارادگی همین سخنها را گفته و همین سخنها خود تا آخر ماند. یکی از چاره‌بینی‌های مهمی که در همین اجلاس صورت گرفت دادن آش آشتی بود. این دادن آش آشتی از طرف کی صورت گرفت؟ کی پیشنهاد کرد؟ آش آشتی هم بعد که ما با تکلیف اکادمیک محمد جان قاسمی که رئیس کمیته اوید با پیشنهادی پرچم ملی بود پیشنهاد کردن. در اطراف این هم بسیار بگیم که برآمدهای جدی بسیار شد، برآمدهای دور دراز بسیار شد، محاکمه‌های طولانی شد و در آخر البته ما پرچم ملی را نشان را قبول کردیم و قرار اخذار قبول کردیم. و از طرف رئیس شورای عالی محترم رحمان امامعلی شریفی پیشنهاد شد که ما باید قماندان ها را دعوت کنیم آمده در نزد پرچم نوی که ما
قبول کردیم سوگند داد و همه اینا را ما دعوت کردیم. تلگرام با نام هر یک قماندان فرستاده شد و در نتیجه اونا اومدن و یکمی شده البته رئیس شورای عالی محترم ایمانی رحمان پرچم نو بوسه کرد. بعد یون با نوبت وکیلا بعد قماندان‌های صحرایی بوسه کردن، قسم یاد کردن که ما یراق به زمین میگذاریم، با مردم خود خدمت میکنیم، جنگ رو با همین جنگ رو ما اتمام میرسانیم، خرید سلاح میکنیم و ما تیار هستیم که با صلح و صلاح و انتخاب وکیلان که رئیس شورای عالی هست ما البته اطاعت میکنیم. و بعدی البته یک قوشی آشتی داده شد که در اون البته وکیلا و قماندان ها اشتراک کردن و با همین اجلاسیه بعد این کار خود رو ادامه داد. نقش کلیدی اجلاسیه 16 رو شما در چی میبینید؟ نقش کلیدی اجلاسیه 16 شورای عالی را من در همین میبینم که پیش از همه در سر قدرت آوردن وکیل شورای عالی محترم رحمان ایمانی شریفی میبینم که دولت را از پراکندگی ملت را از پراکندگی دولت را از پاشخوری ایمنی نگاه داشت. بعد از انتخاب رئیس شورای عالی دست رئیس انتخاب رو کی اولین شده فشرد؟ همه کناترین وکیل بابای میرالی محمد علی دستی رئیس شورای عالی رو فشرد و داد داد. چون که ایمانی شریف رحمانو در قبط دویم با همراهی بابای میرالی میشیشت و این کسا داد و دستی کسا رو فشرد. از اونجا را ما هم که یک جایی وکیل بودیم و سالهای درست کار میکردیم یک جایی البته دستی این کسا رو فشرده تبریک کردیم به این هیچ نمیشن. از اجلاسه 16 30 سال سپری شد. البته این لحظه در یک دفتر کاری عموم نشسته حرف زدن بسیار کاری ساده کاری آسان است، لیکن در اون وضعیتی که گرسنگی بود، آدم کشی بود، جنگ بود، نسب تلاشی بود، این حرفا رو گفتن بسیار دشوار بود و در این 30 سال شما بسیار چیزها رو دیدید، تجربه نو حاصل کردید، شناختید، جامعه رو بیشتر شناختید، هرچند که صاحب مقام بودید، تجربه خوبی کاری داشتید. اگر حالا اجلاسه گوییم که برگردیم از دیدگاه امروزی شما که جلسه 16 برگزار میگشت، از نو برگزار میگشت و این لحظه برگزار میگشت، به طرفداری کی باز میداده؟ ما میگویم که کج شینوس خان راست کن بزرگوار ما میگن. من البته و خدمت های ارزنده این شخصی بزرگ و کاردانی و قابلیت جسارتش همه وقتم قایل بودم حاضرم میکنم. من البته و طرفداری محترم امام علی رحمان آواز میکنم. تشکر که دعوت هفته‌نامه تاجیکستان را پذیرفتید و امروز در صحبت ما در اداره هفته‌نامه تاجیکستان اشتراک دارید. بار دیگر برایتان تشکر. هم صحبت ما وکیل مردمی اشتراکچی اجلاسه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند غیب‌الله افضل.